قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. حضار گرامی، برادران مسلمان که در جهان زندگی با صمیمیت و محبت، آرام و امن تقاضای هر فرد دنیا هست. فرقی نمیکنه اگر مسلمان باشه یا کافر باشه، هر کدام تقاضای زیر داره که در یک فضای صمیمیت و محبت به امن و امان زندگی بکنه. و این امر خیلی معقول و خوب است. الله تبارک و تعالی انسانها را که در دنیا پیدا کرد، صفات را در وجود انسانها پیدا کرد که یکی به دیگه محتاج می باشه. به طور کلی یا به صورت مکمل یک فرد کامل الصفات پیدا نکرد که همه چیزش پوره باشه، بلکه الله تبارک و تعالی حاجات و ضروریاتی را بر ما پیدا کرد که خود او را انجام داده نمیتونیم. نیاز داریم به این که کسی دیگری باشه که این ضرورت ما رفع شود. از همون خاطر تمام نظام زندگی اصل معیار یا محورش احتیاجات است. هر فرد ولو که پاچای وقت باشه، همه وسایل زندگی برش برابر است، اما محتاج به رعیت است، محتاج به وزیر خود است، محتاج به ماتحت خود است، محتاج به بادیگارد خود است. اگر پاچای وقت هم است، او اینطور نیست که ادعا بکنه که ما مکمل پور هستم. هیچ نوع نیاز یا حاجت بر ما موجود نیست. فرق خالق و مخلوق هم دمی میشه. خالق امو ذاتی است که از هر نگاه کامل صفات است، هیچ نیاز و ضرورتی به کسی نداره. ولی مخلوق ولو پیغمبر باشه، ولو فرشته باشه، ولو ولی باشه، ولو هر کسی باشه، هر بنده نیکی باشه، به الله تبارک و تعالی محتاج است. در زندگیش ضرورت ها زیاد است. از همون خاطر است که اینمی زندگی، امی چرخ زندگی را زمان ما پیش برده میتونیم که در بین اسباب موجود باشه که او فضای امن به بار بیاره، اعتماد به بار بیاره، احترام متقابل موجود باشه. هر کس به دیده احترام و بزرگی به کسی دیگر نظر بکنه، حیثیت آبروی از او را حیثیت آبروی خود بدانه. آیا کدام نظامی است، کدام مفکوره است، کدام دینی است، کدام قانونی است که اسباب اینمی امور مهیا کرده، زمینه اینمی طور امور مساعد ساخته باشه که بله جامعه باشه که احترام متقابل موجود باشه، جامعه باشه که هیچ نوع ضرر کسی به کسی نرسه، جامعه باشه که ادناترین خدشه، خوف و خطر از یک کسی دیگری، از همسایه خود، از شریک خود نکنه. امی اسباب کدام نظام مهیا کرده؟ نظام مقدس اسلام. عبادات ما به ما درس اخوت میده. الله تبارک و تعالی ما را از او امری که وسیله و ذریعه میشه برای جدایی دو مسلمان، از او امر منع کرده. حتی او زمینه باید مساعد نشوه. تا این اندازه را که پیغمبر علیه السلام میفرمه اگر 3 نفر باشید، 2 نفرتان در بینتان گوشکانی نکنه. چرا؟ به خاطری که نفر سوم احساس میکنه البته در مورد ما چیزی سخن گفت. ببینید نظام مقدس اسلام هر امری که ذریعه و وسیله میشه برای اذیت مسلمان، برادر مسلمان، او ذریعه میشه برای جدایی مسلمان، امو امور پابندی لگاند، منهی عنه قرار داد. سوره حجرات 2 آیتشه. امی آیتی که من خواندم پشت سرش دیگه آیته. اگه این 2 آیت مجموعه بخوانیم کل نظام اخوت و برادری یک جامعه دینمی 2 آیت خلاصه شده.
که بشریت یا انسان ها در یک محیطی که زندگی میکنه چه قسم زندگی داشته باشه. ما پیش در یک موردش گپ زده بودم که مسخره نکنه، تحقیر نکنه، سبک ندانه یک قوم قوم دیگری را. زمانی که قوم دیگری را تحقیر کرد، او را سبک دانست، هیچ جگاه به حق تسلیم نیست، خود بالا میتراشه، با تسلیم کردن حق از او به هیچ وجه قائل نیست. امروز در دنیا عمیق قدر بی‌بندوباری، عمیق قدر ظلم روان است، مردم روا می‌دارند. از کجا پیدا شده؟ از اینکه یک طایفه و قوم، یک جامعه و نژاد خود بالا میتراشه، یک مملکت خود دارای دارنده اسلحه بزرگ میدانه، نفوس میدانه، تکنولوژی جدید میدانه، هر حکمی را که او بکنه عدالت است، خلافی از او ظلم شمرده میشه. همین گپ وجود داره و هیچ کسی بر سرش انتقادم نمیتونه. اگر شب حمله میکنه، اگر طفل میکشه، اگر سیاسر میکشه، اگر مردم عزت و آبرویش میریزانه، هیچ گپی نیست، عدالت هستی. اما زمانی که یک فرد حقوق اولیه خدا، حقوقی که هر کس او را تسلیم میکنه که بله حقش است، امور میخواه که به دست بیاره نمیگذاره، اجازه برش نمیده. شما خود زمانه عجیب استاز است و زمانه خوب تجربه را در دست انسان میده. واقعا معلم است زمانه، انسان تعلیم میده، حقیقتا را برملا میکنه، بر انسان درس میده که چی گپاست. چند سال پیش در بوزنیا و هرزگوینی هم جنگ روان بود. یک توده مردم مسلمان مستضعف که سالها رنج برده بودند میخواستند تنها حقوق دینی خدا به وجه مستقل انجام بده، قیام کرده بودند. لیکن شما دیدی عالی قبرهای دستجمی کشیده میشه. چقدر مردم مورد ظلم قرار گرفت. امی سازمان ملل موجود بود، امی کمیته حقوق بشر موجود بود، امی طرفداری از توده های مظلوم و اقلیت که دفاع داد میزنه، امی ها موجود بود. ولی جلوگیری کردن. بله زمانی کردن که دیگه حرکتی در جامعه مسلمان ها باقی نماند، کسی نماند که دیگه صدای خود بالا کنه و بگه که من حق دارم در این مملکت. در او زمان باز گفتن که الا پاچای سربا محاکمه شوا تا چندین ساله. این گپکا در رأس اخبار قرار داشت، در تحریری اخبار قرار داشت، دیگه در عمل چیزی دیده نمیشد، هیچ چیزی هم نه. چچن توده کمک مردم مسلمان مستضعف است که سالا خون دادن، ظلم سرشان شده، در مقابل یک اژدهای بزرگ جهان مقاومت کرد، میخواست خود جدا کنه. نه حقوق بشر بود و نه بین الملل بود، نه ناتو بود، هیچ کدامش نبود. بگذاری گپا را، افغانستان خودی ما که با چشم سر دیدیم چه نوع ظلمات در این وطن صورت نگرفت. اگر ما یادآور شویم امون ظلم ها را، آیا خانه ها و ایران نشد، مسجد ها بیران نشد، قرآن کریم ها در نگرفت، مسجد ها را سینما جور نکردند، آیا آبروریزی همه اقشار ملت ما نشد؟ تا امروز همی جنگ ادامه داره. کجا بود بین الملل و حقوق بشر؟ بگذاریم میره کشمیر بریم، میریم کلش بگذار بریم در فلسطین. همه روزه دنیا مشاهده میکنه اسرائیل غاصب، این نوکر و چاکر امو ابر قدرت های ظالم که همه روز طفلا را میکشه، خانه ها را ویران میکنه، جنازه ها روان است او مرکز اسلام است و میخواه حق خود بگیره. چرا؟ کجاست؟ نه نیرویش میاد نیروی اسرائیل بمبارد میکنه و نه حتی یک علیه بنی اسرائیل محاصره اقتصادی لگانده میشه. اما دیگه مملکت اسلامی که محض آواز بکشه با سعی میکنی که چهار طرفش محاصره کرده. در این روزا خوب صحنه ها را مشاهده کرده و کسی که داد از حقوق بشریت میزنه او را هم شما دیده. اگر در لیبیا، یمن، سودان یک توده مردم اقلیت میخیزه در حالی که هیچ نوع ظلم سرش نیست، در تمام انجام مراسم مذهبی خود آزاد است، ولی میخواه تشنج پیدا کنه، مملکت آرام باقی نمانه. دیدی بمبارداره
سر قوای مملکت و دولت چطور بمبارد میشه، برای از واس زمینه مساعد میکنه که بیایه این ممالک آرام از بین ببره. اینجا امن باید نباشه. عراق خود مشاهده کردیم، برملا شد، بالکل برملا شد. الکی بم اتم داره که بم اتم داره، کلی حملات به خاطر یمی بم اتم بود، ولی کجا بود بم اتم؟ سرنوشت زندگی مردم عراق برو از شیعه و سنی سوال بکن، پرسان بکن، بگو چطور است، حال تالی چطور است و زمان سابق چطور بود. امروز در بازار با ترس و لرز او مردم روان است، در کار دست پیش کرده نمیتونه. چرا؟ انفجار بم میشه، امیا تحریک کرده، امیا آورده شد و این کارها هم میشه. خو افسوس است به حال او مردمایی که آلیام لب تازه میکنه، داد از دموکراسی میزنه و میگه سازمان بین الملل حقوق بشر قایم است. یک تعداد مسلمان ها زبان خود کاچی کاچی کرده رویسته، نمیفهمه که از زبان ما چی کلماتی میبره او چی میگی، برای کی ثابت میکنی حق و کی ظالم خطاب میکنی. نکو خدا رای جهنم نساز و مسلمان نوکری و چاکاری کفار نکو. تو را الله آزاد پیدا کرده، حر پیدا کرده. اگر تو واقعا مفهوم کلمه لا اله الا الله را میدانی، لا اله الا الله تو را درس میده که حاکم تشریعی نظام که میچلانه، تدبیر میکنه، پاچا و واقعی قدرتمندی واقعی یک الله هست. از کسی نترس. و جناب کلمه طیبه تو را می درس میده، ولی دید شما را، رسانه ها را، رادیو ها را، مردم چقدر ایمان فروشی کردن، چقدر کلمه طیبه را مفهومش زیر پا کردن، چقدر گپای چاپلوسی را به بادارای غربی خود گفتن. برای چی؟ برای از اینکه مخلوق ظالم خوش بسازه. جناب مسلمان خالق لازال خوش بساز. پیش الله رفتن استی، تو فرق ظالم و مظلوم تا حالی را نتانستی. در این دیار مظلوم هم زندگی میکنی، همه روزم خون میخوری، تا امروزه جنگ در وطنیت است، نفس آرام نمیکشی. کی آورده این جنگ؟ کی ما را جنگانیده؟ چه نزاعی داریم با فریق مخالف خود؟ هیچ نزاعی نداریم. تو بر ما تمام مشکلات تو بر ما پیدا کرده ای. ولی افسوس است این مردمایی که خود باز مبصر میبدانه، تبصره های سیاسی میکنه. ما سری امور مملکت معلومات کافی داریم، مطالعه کافی داریم. و جناب مبصرین شما ببینید، میم در اصل موضوع خود یگانه نظام، یگانه ارگان، یگانه آیین و قانون، یگانه مفکوره ای که اسباب امن و محبت ما حیام می سازه و برقرار کرده و مستحکم ساخته و در عمل پیاده کرده. هر کس بچه‌شو مشاهده میکنه نظام اسلام است. در نظام اسلام الله تبارک و تعالی بر ما میگه ولا تلمزوا انفسکم، عیب نزن نفسایتانه. این دستور قرآن کریم است. به یک کسی که در این محیط اسلام زندگی میکنه دستوری الله چیست؟ نفسایتان عیب نلگانه. در آیات قرآن کریم مسئله ولا تقتلوا انفسکم آمده. شما نفسایتان قتل نکنه. تعبیر قرآن ببین، کلام الله تبارک و تعالی را ببین چی برات میگه؟ عیب نزن به نفس خود. آیا کسی عاقل هوشیار پیدا میشه که به نفس خود عیب بزنه؟ این وجود نداره. هر شخص تلاش داره که من آدم خوب هستم، من قابل احترام هستم، من صاحب مرتبه و جاه و آبرو هستم. هیچ کسی برای خود عیب نسبت نمیکنه. قرآن چرا میگه؟ قرآن برات میگه برادر مسلمانی که قد تو زندگی داره او هم حیثیت نفس تو را داره، او هم عین حیثیت نفس خودت داره. اگر تو عیب بری از او میلگانی، عینا سری خود عیب لگانده. اگر واقعا مفکوره دین داری، دین برات گفته برادر مسلمان وجود توست، هیچ وقت سری وجود خود کسی عیب نمیزنه. یک درس قرآن برای ما درس داد. با هر کسی که زیست و زندگی داری در این محیط اسلام، او وجودت است. اوی گپ تنها با یک حدیث خلاصه نشده.
در چندین احادیث پیغمبر علیه السلام این موضوع را روشن کرده که مسلمان ها به مثل جسد واحد است. جسد واحد امیر میگه، امیر تقاضا میکنه. گاهی هم نخواسته که یا یک عضو بدنت لکه‌دار شود. اگر در یک پایچه آبی نجس باد میشه، چقدر به احتیاط میری او را میشویی به خاطری که لکه باقی نماند. چرا؟ پایچه مربوطی ماست. لباس خودت تو پاک نگاه میکنی، راودار نیستی، نمیخوای، توقع نداری که همی خراب شود. آیا به وجودت راودار هستی؟ کلا قطعا نه. این درس اسلام است. اسلام میگه زمانی که تو زندگی میکنی همین قسم احساس در برابر کسی که با تو هم زیست در یک محیط زندگی میکنه، همین رقم مفکوره باید داشته باشی. عزت ازور عزت خود، آبروی ازور آبروی خود، مال ازور مال خود، نفس ازور نفس خود، اخلاق ازور اخلاق خود، احترام ازور احترام خود. فکر بکن ولا تلمزوا انفسکم. یک رسال حق، اسلام ناب بدور از خرافات. دوم، نفس خود عیب نلگان. ذریعه عیب زدن به خود آماده نکن که تو کسی دیگری را عیبش بیان کنی، او هم بخیز عیب تو را بیان کنه. در این صورت ملامت خودت هستی. چرا؟ تو خود را عیب گفتی. مثل که میگه پدر مادرتان دشنام نده. پدر و مادر آدم دشنام نمیده، خود تو پدر و مادر دیگه مردم دشنام میدی، او هم دشنام میده. این موضوع تنها در این خلاصه نمیشه، حتی در دو دشنام به الهه، به معبودا قرآن ما را منع کرده که شما دو دشنام به کسانی نده که آواز میدن به غیر از الله تبارک و تعالی، به معبودای باطل. شما دو دشنام نزدید. یک عاجزی و بیوسی و عدم قدرتش بیان کردن. کدام مخلوقی را، کدام چیزایی را که شما معبود میدانه و عاجز است و مالک متصرف نیست و حق پرستش نداره، او یکی دشنام دادن است. دشنام دادن نمیتونه. چرا؟ و باز به الله حقیقی شما دشنام میده. فرقه ها و گروه هایی که ما بین خود یکی با دیگه دشنام میده، این قطعا نادرست است. ولو که امو آدم بالکل مستحق دشنام باشه، تو دشنام نده. دشنام کاری مسلمان نیست، نده. عیب سرش نلگان. چرا؟ او باز بری تو دشنام میده، او بری تو همین نسبت میکنه. قرآن همی در سبر ما میگه ولا تلمزوا انفسکم، سری نفسایتان عیب نلگانی. لمز یکی لومزه است، یکی همزه. ویل لکل همزه لومزه. قرآن میگه هلاکت باشه، بربادی باشه. لکل همزه لومزه، برای هر عیب زننده و هر پشت سر بدگویی کننده، غیبت کننده. الله برش در قرآن کریم به شکل بددعا بیان کرده. همه روز تلاوت میشه در مقابل لومزه و همزه. اهمیت ازی برای ما معلوم میشه. یک شخصی که یک برادری مسلمان خدا عیب میلگانه، قرآن هر روز یک تلاوت کننده که تلاوت میکنه بری تو بددعاست. ویل لکل همزه لومزه، ویل لکل همزه لومزه. هر خواننده و تلاوت کننده بری تو بددعا داره. ولی دیدی که نظام مقدس اسلام با چقدر اهتمام زیاد، با چقدر پابندی قوی تو را منع کرده که حتی عیب بالای مسلمان نگویی. یا بعضی مفسرین لومزه و همزه را فرق میکنه. لمز به عمل است، همز به قول است، به گفتار کسی را بدیش بیان کنی، او لمز به عمل، در عمل تو را تحقیر میکنی. برادر مسلمان حتی عیبش بیان نمیکنی، عیبش. چرا؟ به خاطری که او آگاه میشه، خبر میشه تو تحقیر کردیشه،
عداوت و دشمنی از او، بغضی از او در مقابل تو پیدا میشه، فضای اعتماد صمیمیت از بین میره. این زندگی باز به می قسم زندگی که جامعه تقاضا داره که تو باید زندگی بکنی، باز تو طور نیست، باز دشمنی به دشمنی مبدل میشه. از همین خاطر است که پیغمبر علیه السلام در آخرین خطبه در حجة الوداع یک مسئله مهم بود که در حدیث دور و دراز خود این گپ گفت. پیغمبر علیه السلام اونجا میفرماید که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، برادر مسلمان است، برادر است که نامش مسلمان است، در یک جای زندگی میکنه ولو از هر جنس و نژاد، از هر قوم منطقه باشه، هر لهجه‌ای که تکلم میکنه، خو لیکن مسلمان است، او برادر مسلمان است. لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره، نه سرش ظلم میکنه، تجاوز نمیکنه، در یک حقش تجاوز نمیکنه، سبک نمیسازه او را، تحقیر نمیکنه، توهین نمیکنه او را. این را میگه مسلمان. تشریح کرد پیغمبر علیه السلام، مسلمان برادر مسلمان است، ظلم سرش نمیکنی. ظلم گاهی در مال میشه، ظلم گاهی در جان میشه، ظلم گاهی در آبرو میشه. اصل کلمه ظلم مفهومی خیلی وسیع داره. هیچ نوع حدودی که الله در زندگی برات وضع کرده از او پایت بالا نگذار، او را تو رسوا نکنی، او را تو توهین نکنی، او را تو حقیر نشماری. پیش آیت بر ما گفت عسى یکون خیرا منهم، احتمال داره کم یا بهتر باشه از یا کردن. چرا؟ انجام و عاقبت تا آگاه هستی؟ از این دنیا به کدام صفت میری؟ برات معلومات است. شخصی را که تو توهین و تحقیر میکنی شاید کسی باشه به تو معلوم نباشه، شاید کسی باشه که در آخر عمر بزرگترین منقبه ببره، بهترین اخلاق دارا باشه. چرا؟ اینطور نکن. پیغمبر علیه السلام میگه التقوا ها هنا، یشیر الی صدره، تقوا در دل است. اگر کسی واقعا خوف الله تبارک و تعالی را داره، خوف نشأت از قلب میکنه، عمل انسانی را مکمل ثابت میسازه که خوف از الله داری یا نه. تو چه صفتی را دارنده هستی؟ با برادر مسلمان چی رویه‌ای را میکنی؟ این دریج است. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه، پیغمبر علیه السلام میگه همین کفایت میکنه با یک شخص از شر، از بدی، از گناه که برادر مسلمان تحقیر بشماری. امروز ببینی در مجامع بزرگ اسلام، در یک مملکت مسلمان، در اون مملکتی که ادعای 100% اسلام میشه، در اونجا چقدر توهین و تحقیر میشه، مردمای مسلمان تحقیر و توهین میشه. چرا تحقیر میشه؟ سرش رشخند میزنه. شما باور به الله بکنی سر یک از برادرها در یک مسجد الله اکبر، مرگ به فلان، مرگ به فلان، علما بودن، ریش سفیدا بودن، کلانا بودن. این تعلیم اسلام است؟ این تعلیم اسلام است؟ ولا تنابزوا بالالقاب، یکی دیگه خود نزنی به لقبها. او فلانی خان، او فلانی خان. قرآن میگه حق مسلمان است، قابل احترام است، قابل عزت است. عقیده توحید یکتاپرستی الله را داره. 3 اصول در اسلام ما داریم: توحید الله، رسالت محمد رسول الله که صداقت القرآن قطعش ملزوم است، میعاد است آخرت. یک شخصی که 3 اصول قطع تو میپذیره، قطع تو زندگی میکنه، واجب الاحترام است سری تو. تو چرا لقب بد برش بگویی؟ چرا نامی غلط سرش بگذاری؟ یکی از حقوقی که اولاد سری پدر و مادر خود داره نام نیک گذاشتن است. خب با تأسف خانواده های ما همیشه دور از اسلام زندگی میکنه. شما باور به الله بکنی نامای اولاد خود نامای سازندار میمانه، این دوها را میمانه، سری از او فخر میکنه، گاهی هم بر علما مراجعه نمیکنه. شرم و خجالت نمیکنی که در اونجا در قیامت اولاد به اون نام آواز داده شود.
که از جامعه مسلمان است یا از جامعه هندوست. نعوذ بالله. نامی درسته برش بگذار، پسان در خانواده نعوذ بالله نامای غلط برای اولاد خود میمانیم، برای کسا میمانیم. نکو. مسلمان قابل احترام است، عزت داره، در نام عزت داره، محترم شمرده شده. ایره در نظر بگی. لقب نگو برش، لقب ندی برش. لقب هر اسمی را میگه که دلالت بالای مدح یا ذم میکنه. اینجا مراد مدح نیست. او کلماتی که دلالت بالای ذم میکنه که شنونده خبر شوه بد میدانه. او دزد، او کافر نعوذ بالله، او خبیث، او فلان. وحشی ابن حرب قاتل کی بود؟ حمزه رضی الله عنه، سید الشهدا. لیکن باز چیسته؟ اسلام آورده، مسلمان شده، مسیلمه کذاب میکشه. اسلام تا این اندازه را تدابیر احتیاطی را برای تو گرفته، ولی امروز چه حال شروست؟ بگوی مردم چقدر القاب میگذاره، چقدر نامها را نامگذاری میکنه سری مردم. فلان اتور است، فلان یهودیست، فلان نصرانیست، فلان است، فلان است. و مردم وظیفه دیگری نداره بجز از این کمی قدر گفته بره. مجلس ها پر است، امی گپا گفته میشه. بچه فلانی نصرانی شده، یهودی شده. او جناب نصرانیت یهودیت شده بشناسی؟ کدام عملی نصرانیت و یهودیت رو دیده؟ چرا این لقبی مذموم سرش میگذاری؟ مسلمان تحقیر نکن، توهین نکن. یک دفعه از عمل خود خب آگاه کو که عمل چطور است. این عملی که آدم انجام میده من سرش ایره یهودی میگم، این عمل یهودیت است. اگر تو به خاطر این عمل او را یهودی میگی، باز خود نعوذ بالله. پیغمبر علیه السلام هم غیر یهودی بود میگی. چرا این عملی پیغمبر علیه السلام است؟ تو خب دقیق شده این مورد. فتوای تابع کفر قطعی توست، زده رویستی سری کلگی. چرا؟ قرآن برای ما چی گفته؟ ولا تنابزوا بالالقاب. بلقب لقب به کسی نده، القابی که او خفه و خسته میشه. بله محدثین کرام با راویا لقب گذاشته، یا برای معرفت و شناساییش که فرق شود. منظورشان تحقیر و توهین نیست، به خاطری که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه. باید حدیث مکمل واضح باشه، راویایش ادنا خدشه نداشته باشه. عیب کسی را گفتن به این خاطر که برادر مسلمان دیگه متضرر نشه بالکل درست است. دختر خیلی متدین دیندار، یک تیکه تقوا، او کسی او را طلبگار است که یک تیکه شرابی کبابی فاسق فاجر است. بالکل گفتم ایتانی که برادرم دا او مناسب نیست. چرا اینی عمل داره؟ منظوری تو تحقیری از او نیست. منظوری تو است که ای خواهر مسلمان باید از یک ظالم نجات پیدا کنه، دا اونجا نروه. در اینجا تو گناهگار نمیشی. برای ما این معامله درس میده که هر امر به خاطر رضای الله باشه، اگر دوستی باشه اگر دشمنی باشه، او مطلوب است، او تکمیل ایمان است. من حب لله و ابغض لله فقد استکمل ایمان. با کسی دوستی رابطه داری خب به خاطر رضای الله، هیچ نوع رشته دیگری نداری. و با کسی دشمنی داری خب به خاطر رضای الله. نمیکنه، راه الله را نگرفته، خلاف راه الله قدم میزنه، تو خودش دشمنی داری، نه برای تاوان رسانده، نه دو زده، نه دشنام داده، صرف به این خاطر که او دین نداره، از دین بیگانه است. بله صحابه می درسا را برای ما میده. کعب ابن مالک و هلال ابن امیه مراره ابن ربیع رضی الله عنهم 3 صحابی است. تا 50 روز صحابه کرام سلامش و علیک نمیگن. ما و شما در واقعات تیر کردیم. در باغ بچه کاکای خود کعب ابن مالک رضی الله عنه میره سلام میپرته و علیک نمیکنه. اوی برش گریان میکنه، قسم میخوره که به الله قسم الله و رسول دوست داره. و بچه کاکا نکو. خو در 3م مرتبه میگه که والله اعلم، الله خود میدانه که تو دوست داری یا نه. الله اکبر.
اسلام دین عمل است، دین نظریاتی نیست، خیالی نیست که در مفکوری ما یک چیزی باشه و خیر و خلاص. ما باید در عمل خود نشان بدیم که ما واقعا همینطور دین داریم. او صحابه بدن ببینید بزرگترین و بهترین دوست خدا سلام به علیک نمیکنه. ای مردم، خود زمانی که آیت می آید توبه قبول میشه، بزرگترین صحابه، افضلترین صحابه، اشرفترین صحابه ابو بکر و عمر رضی الله عنه یکی با دیگه مسابقه داره که زود در خانه کعب ابن مالک رضی الله عنه برسه و بشارت شیرینی سرش بخوره. این ترک کلام، هجران، این به خاطر دیگه چیز نبود، فقط و فقط فرمانی کی؟ الله و رسولش بود. الله اکبر. کاش که ما در زندگی خود اینطور یک معیار داشته باشیم، رابطه ما بچرخه فقط به خاطر کی؟ رضای الله تبارک و تعالی. ما خود نه، رضای الله را محور دوستی و دشمنی جور نکردیم. محور دوستی و دشمنی و شما باور به الله بکنه، همون مردمای خیلی نیک تنظیم خدا دانسته. اگر تو گلونی تام پاره میشه، جانی تام در راه اسلام میدی، باور به الله بکن اگر یک قرط آب برات بده. نه، چرا؟ در تنظیمش نیستی، در قومش نیستی، در خیلش نیستی، در منطقه و جغرافیش نیستی، با او سخن نمیگی. این معیار است برای ما، این محور دین ما به خود جور کردیم، ولی اسلامی طور نمیگه برای ما. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، خیلی بدنام است یک مسلمان. الله اکبر. الله خو همونطور کرامت مطلق انسان داده، او کرامت عمومی است که انسان سری سایر مخلوقات کدام امتیازی که الله برش داده، همین یک امتیاز بسش است که حاکم است، کلی کائنات الله برش محکوم است، استفاده کننده است دیگه، کلش چیزای استفاده شده است. ولی همین انسان اگر کافر است اگر مسلمان است، ولی امتیاز دیگری که برای تو داده، تو را نامت چی مانده؟ مسلم. اتور نظام، اتور دینی را پیروی میکنی که او دین واقعا تو را سعادت میبخشه، هم در دنیا هم در آخرت. یک کسی که نام اسلام سرش گذاشته شد، باز چقدر قدر و قیمت داره. قرآن کریم به این نکته اشاره میکنه که بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، خیلی بد است پس از ایمان یک کسی که عقیده داره، الله را قبول داره، رسول قبول داره، آخرت قبول داره، بعد از او تو نام غلط برش میگذاری. این خیلی بد است، خیلی بد است. قرآن گفته بد است، الله گفته بد است. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. قرآن راه ها را بند نمیکنه. شاید ما در زندگی خود بسیار گپا از پیش ما خطا شده باشه، انسان هستیم، نمیفهمه، معلومات نداره، علم کافی قطعش نبوده، گپای کم و زیاد از پیشش در عمر تیر شده، اعمال کم و زیاد در عمر از پیش تیر شده. یگانه امتیاز نظام اسلام امیسته که هر جرم و جنایتی که داره راه بیرون رفتن برش داره. بعد از شنیدن همچو دستورات الله تبارک و تعالی، تو باید سابقه خود یک دفعه در ذهنت بیاری و خود اصلاح بکنی. و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. کسی که آل رجوع نمیکنه از این عمل زشت و بد خود که به هر کس نام غلط بگذاره، بعد از شنیدن قوانین الله، بعد از اینکه اهمیت این موضوع برش معلوم شد که چقدر مهم است در نظام اسلام، اینمی مردم ظالم است. این مردم واقعا دیگه ظلم کرد. چرا؟ حدود برات معلوم شد، پلوانا برات معلوم شد، همه چیز واضح شد، اما بازم تو رجوع نمی کنی، بازم تو اصلاح نمیشی. اینجاست که قرآن تو را این وقت ظالم معرفی میکنه. واقعیت است ما در زندگی خود نوعی گپا را تیر کردیم، از نگاه عقاید، از نگاه جرم، از نگاه گناه. و عده برادرای ما که یک دفعه سر احساسات میشه، قهر میشه، کلمات غلط استعمال میکنه، نعوذ بالله، گاهی در حق علما، گاهی در حق کتابا، گاهی در حق یک چیز دیگره. نه، کلا ای گپ قطعا نباشه. هوش کنی که اعجاب نکنی، تکبر نکنی، خود کلام نتراشی. چرا؟ تحقیری کسی دیگه مستلزم قطعش تکبر است. ابن مسعود رضی الله عنه او نقل میکنه از پیغمبر علیه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه
مثقال ذره من الكبر، داخل در جنت نمیشه. کسی که در قلبش به اندازه 1 ذره کبر باشه، او کبر امو گناهی است که خود میدانیم و میفهمیم. ابلیس لعین که از رحمت خاص الله محروم شد، مسئله چی بود؟ کبر بود. کبر بود. ابو جهل که از این نعمتهای بزرگ، از این دین واقعی محروم شد، چی بود؟ بگوی کبر بود. ابو لهب که کاکای پیغمبر بود و از این نعمت بزرگ اسلام محروم شد، چی بود؟ الله نکنه که دوستای ما یک دفعه ابلیس لعین در قلبش یک نوع اعجاب و خودپسندی و کبر نندازه که تو خود کلان نتراشی، مردم یک دم جهنمی فکر کنی، یک خود جنتی فکر کنی. نه، خوف داشته باش، دعا بکو، طلب بکو از الله که تو را ثابت و پایدار بگذاره سری عقیده توحید الله و روان شدن در سنت کی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. چه مؤمنی واقعی اگر تو اخلاق داشتی، ای شاگرد مکتب دی حلقه که داخل شده ای، اگر تو اخلاق داشتی، زبانی نرم، لهجه نرم، تو قابل احترام شخصیت بودی، هر کسا مرتبه و مقامش می شناختی، او دکاندار، او کسبکار، او محصل، او شاگرد، ایره یقین بکو که قطع تو افراد دیگر جور میشه، افراد دیگر درست میشه، افراد دیگر قطع تو هماهنگ میشه. بالکل او درک میکنه همه روز تو الگو نمونه استی برش که امی آدم در درس قرآن شریک شده، در درس حدیث شریک شده، این دینمی مرکز میره، چی عملی داره، چی کرداری داره، در این کدام تغییرات و انقلاب آمده یا نه، شخصیت سابقیش مورد ارزیابی قرار میده. آلی تو را میبینه، نماز نمیخواندی، آلی نماز میخوانی، در 15 دقیقه خلاص نمیشه. به کسی سلام نمیدادی، آلی اول سلام تو میپرتی، به خاطری که کبر در پیشت پیش نشود. خوف الله در قلب توست. ما یقین دارم که مردم دین عملا میبینه، همین قسم که به گوش میشنوه، در عملم در جستجوی گپ است. الله تبارک و تعالی ما و شما را توفیق بده که احترام و اکرام مسلمان داشته باشید، خصوصا او کسایی که در طبقه بالای علم قرار داره و کسایی که خدمت دین اسلام کرده، لقمه جور کرده، لقمه مسئله دینه برای تو پیش کرده، هر کدامش قابل احترام و عزت است. امار الله توفیق بده که خدمت از واره کرده بتانیم، صفت از واره کرده بتانیم، ما در راه روان شویم که امی علمای کرام از کی بر ما نقل کرده؟ از چراغ هدایت، از رهبر بزرگ بشریت کی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.